الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت تمامی شطرنج آموزان عزیز. امروز در این جلسه می‌خوایم در مورد چینش مهره‌ها روی صفحه شطرنج برای اول بازی صحبت بکنیم. پس اگر دنبال این هستید که چجوری مهره‌های شطرنج رو روی صفحه بچینید، این ویدیو رو تا آخر تماشا کنید. خب در صفحه شطرنج ما مهره‌های سفید رو عرض 1-1 و مهره‌های سیاه رو عرض 8 می‌چینیم. خب در عرض دوم که اینجا زده 2 ما تمامی سربازها من شکل مهره پیاده یا سرباز بیشتر بهش میگن پیاده. این پیاده است که ما کل این عرض رو میچینیم. پس مهره‌های سفید روی عرض 1 و مهره‌های سیاه روی عرض 8 چیده میشه. ما 8 تا پیاده داریم که اینها رو میچینیم روی عرض 2 و در گوشه صفحه ما رخ‌ها رو میذاریم. بعد از اینکه رخ‌ها رو گذاشتیم، اسب‌ها رو که من شکل اسب رو اینجا نمایش میدم، درست شبیه اسب هست، ما کنار رخ‌ها میذاریم. 2 تا اسب کنار رخ‌ها رو میذاریم. بعد از اسب فیل رو میذاریم. 2 تا فیل هم کنار این اسب‌ها میذاریم. این شکل مهره فیل هست. اگر صفحه شطرنج دارید شما همزمان با من بچینید تا دیگه ملکه ذهنتون بشه چیدن مهره‌های شطرنج در اول بازی. قاعدتا فیل هست. در مورد اینکه این مهره‌ها چجوری حرکت می‌کنن ما در ویدیوهای بعدی مفصل توضیح خواهیم داد. خب بین شاه و وزیر خیلی از مبتدی‌ها اشتباه می‌کنن گذاشتن جای شاه و وزیر رو. وزیر سفید باید در خانه سفید قرار بگیره. از بین این 2 تا خانه وقتی ما فیل‌ها رو می‌ذاریم بعد از اسب‌ها و رخ‌هایی که در گوشه صفحه هستن، ما میرسیم به وزیر شاه. این وزیر است و قدرتمندترین مهره در صفحه شطرنج. این هم شاهه که بالاش یه علامت رو داره. وزیر اینجوریه، شاه اینجوری. ما اینها رو وقتی میخوایم بزنیم وزیر سفید در خانه سفید و شاه سفید در خانه سیاه و به این گونه مهره ها رو میچینیم. حالا مهره های سیاه رو هم به همین ترتیب ما میچینیم. اول عرض 7 رو، اونجا عرض 2 رو با پیاده پر کردیم، اینجا عرض 7 رو. شکل پیاده سیاه هم اینجوریه که ما عرض 7 رو کلا با پیاده میچینیم. مرتب میکنیم مهره‌ها رو. خیلی خوب. حالا نوبت وقتی به این مهره‌ها رو چیدیم نوبت میرسه به رخ‌ها. این رخ‌ها رو در کجا قرار میدیم؟ در گوشه صفحه. اینم گذاشت. و بعد از رخ‌ها اسب‌ها رو قرار میدیم. مثل مهره‌های سفیدی که چیدیم. بعد از رخ اسب‌ها رو قرار میدیم. و بعد از اسب‌ها فیل. درست مثل مهره‌های سفیدی که چیدیم. بعد از اسب‌ها فیل‌ها رو می‌زنیم. و باز نوبت میرسه به شاه و وزیر. این وزیر قدرتمندترین مهره در صفحه شطرنج و این هم شاه هست. خب وزیر هر رنگی که باشه باید در خونه هم رنگ خودش قرار بگیره. یعنی وزیر سیاه ما باید در خونه سیاه قرار بگیره. وزیر رو میذاریم دوی خونه سیاه بعد از اینکه فیل ها رو چیدیم. و این هم شاه سیاه مونه. شاه سیاه در خانه سفید، شاه سفید در خانه سیاه، رنگ مخالف خودش میذاریم اینجا. در ویدیوهای بعدی در مورد اینکه مهره پیاده، یعنی این پرجمعیت ترین مهره در صفحه شطرنج، و رخ‌ها در مورد اینکه چجوری حرکت میکنن صحبت میکنیم. شاد و پیروز باشید. هر گونه نظر، پیشنهاد، انتقادی دارید در مورد ویدیو ما میتونید در بخش کامنت ها برامون بنویسید که باعث دلگرمی ما